شکاوک با افتخار تقدیم میکنم. دیگه بیشتر از این نمیتونم. معلومه که میتونی. ما اکسیژن نمیکشیم. یادت رفته؟ اما باز این حسو میده که قراره بمیرم. سعی کن بهش فکر نکن. یا باهاش مقابله کنی. ببینم این بازی‌ها چند مردی حلاجن. هی سختش نکنید. نه پرواز از سه جلال. خیلی خوب. برو بریم. خیلی خوب. الان شدی آبی. همرنگ شدیم. حالا داری میشی قرمز. اوه نارنجی شدی. زرد. سبز. نگاش کن حالا شده آبی. قبلش هم آبی شدش. خب انگار تو سری رنگ عوض میکنی. چرا فقط من اینطوریم؟ چرا شما اینطوری نیستی؟ چون هر کی اینجا یه قابلیت خاص داره. مثلا شاغلی از خودش نور میده. آب نبات قیچی هم موهای سیخ میشه. ماسکلی هم ماسکش میچرخه. برمودا همونا کش تیز میشه. همین نوک تیزم تو روحت. خب خودت چی؟ اون از خودش چیزی رو نکرده که یه وقت آب روش نره. من راسمون پیش خودم نگه میدارم. نظر شما چیست بینندگان عزیز؟ جمع کنین جلف بازی‌ها. همگی خاله بازی رو تعطیلش کنین که وقتشه بریم ماجراجویی امروزمون هست اسرار امارت میندنهال. درست شنیدین، این امارت بزرگ و مخوف توسط ارواح سرگردون دستگیر شده. مأموریت شما اینه این رازهای عمیق این امارت رو کشف کنید و تمام روهای سرگردونش رو بقاپید و این اولین باره که میتونین. زوبال کدوم گوری رفت و غیر سرم کل این ماجراجویی فقط برای اون چیدم. برمودا پیچیدش. این رو مشیش رو مسیحم میفوگیرخی. چه؟ این تو قراره اسباب بازی هم داشته باشیم دیگه، درسته؟ من چه میدونم، من که سازنده نیستم و چرا هستم. به هر حال امارت منتظرتونه. کش نخواد فرنگیه. یه بار این آدم صدامون نکرد. اوه چه امارت ترسناکی. موندم که این با چی میخواد ما رو زهر ترک بکنه. فقط امیدوارم این ماجراجویی به یک کابوس وحشتناک دیگه تموم نشه. اصلا طاقت اینجور چیزا رو ندارم. اگه همین الان یه موجود مخوف سرپرستی درجه سکسی میکنم. بی خیال بابا اونقدر هم که مخوف نیست. اما نظرت چیه بدم این ماسک ترستو بخوره؟ هی تمومش کن. اون روز سختی داشته. هر چی تو بگی سه جلال. مگه نه گنگر؟ شما هم چیزی شنیدی؟ اینا رو چجوری برشون گردونم؟ یادم اولین بار منم این شکلی شدم. فقط انگار مال تو چسب شاله، مال من این شکلی نبود. که ماجراجویی تو ادامه بدیم باید کنار انتخاب کنیم. تشم یه در کاملا معمولیه. در معمولی برای تمامی سنین. و درشم که راش یه در خیلی مخوفه. در مخوف مناسبه فقط و فقط زوبل. اینجا انتخاب با شماست که جکس چیه؟ قرار بود همه روها رو بگیریم دیگه. حالا کدوم در رو باید بریم؟ مطمئن نیستم ولی باید ببینیم. غصه نخور کنگل، الان میرم میارمش. کمک اوه پس این داره مخوفه. زوبل بابایی بیا بیرون، میخوام فقط اختلاط کنیم. یعنی کجا میتونه؟ فهمیدم. ها؟ یعنی نمیشه یه دقیقه دست از سر من برداری؟ زوبی جون من فقط میخوام بدونم چرا تو هر دفعه دست ماجراجویی من در میری و فرار میکنی؟ این کار احساسات حباب و جریه دار میکنه. احساسات حباب؟ گوره بابایی حباب هستن، احساسات خودته که عشقه. ها؟ خب بگو ببینم چی تو سرته؟ من فقط میخوام که نمیشه که. خیلی خب بگو. نه یعنی قبلا دردمو بهت گفتم ولی تو گوشت اصلا ولش کن. مغز من عین هوی نارگل میمونه، هیچی از این تو خارج نمیشه. پس بهم بگو ببینم چه جور ماجراجویی میتونه تو رو مجذوب کنه. دیدی
این دقیقاً همون چیزیه که دارم بهت میگم. کل فکر و ذکر تو همش تو این ماجراجویی هست. اصلا گوشت بدهکار نیست که این دور و بریات فراموش کن. زمان رو ببین چه خوشگله. ما کجاییم؟ اون چقدر آشناست. موندم این سر کیه؟ اسم من بارون فیل میلدنهاله. از وقتی که یادم میاد شکار یکی از تفریحات محبوبم بود که البته بعدها این تفریح به یه نوع اعتیاد تبدیل شد. این موجودی که الان روبروتون میبینید چیزی که من سالها در تعقیبش بودم. اون یه انسان نیست، حتی حیوانم نیست، بلکه یک موجود اهریمنی طلسم شده است. من با خودم عهد بسته بودم تا وقتی زنده‌ام از خانوادم در برابر این هیولای نفرین شده محافظت کنم. امیدوار بودم بعد از کشتن این موجود میتونم از این عذاب الهی خلاص بشم، ولی اشتباه میکردم. میدونی فکر میکنم که نظرت چیه یه راه پیدا کنیم و بریم پیش بقیه؟ خیلی خوب، حالیه. بهتر از این نمیشه. میمیرم برای این ماجراجویی. فکر کنم با اینم میتونیم بریم بالا. قفله. معلومه که قفله. حالیه. اصلا قفل نباشه باید تعجب کنی. سه‌شنبه 4 دسامبر. در حالی که چندین بار به اون هیولا شلیک کردم و سرش به عنوان جایزه روی دیوار خونم زدم، همون لحظه بود که بدبختیام شروع شدن. من فقط لحظه ای از بدن اون غافل شدم و به محض اینکه برگشتم بدن غیب شده بود. اون هیولا نمرده و برگشته تا چیزی که ازش رو بودم و پس بگیره. اگه کسی داره به این پیام گوش میده، فقط یه خواسته ازش دارم. چشمتون رو از اون سر بر ندارید. بهتون اخطار میدم. عجب، به حق چیزایی نفهمیده و نشنیده. اینهاش یه روز نشد این برق خونه قطع نشه. اون چی بود؟ نه. تو بودی؟ اوه، منظور لمس دستته؟ آره من بودم. اینم دستته؟ آخ این چشممه. آره ولی کدوم چشت؟ واقعا فکر نمی کنم که میشه اینقدر چشم انگولک نکنی. آره ببخشید. اون چی بود؟ یاد یه جوک با مزه افتادم. آخه الان پس چرا جیغ میزنی؟ شاید اونقدرم با مزه نبود. خدای من. به نظرم میتونیم ما دوتایی کنار هم آروم آروم برگردیم سمت آسانسور. آره به نظر منطقی میاد. اون چی بود؟ چی بود؟ اون احتمالاً خرزوخانه. شاید هم نظامه. نظام؟ حالا اون نه، شیر فرهاد. بهتره تا صدامونه نشنیده ساکت باشیم. پس هیچی باشه، موافقم. میدونی بعضی وقتا آدم از کارهای تو سر در نمیاره. چی بود؟ یه مگس اینجاست. بمیر بگس پدرسک. فکر نمی کنی سر صدا؟ آره مگسه. و بگیر. به قول شاعر برخر مگس مرا که لعنت. نده بالا، من ترکی بلد دیرم. فرار کن! بجام هم نیگمونم این همون هیولا است که نوار راجبش میگو. آخه الان چه موقعی؟ بجام سنجوزلم لبنجان. بالاخره بیا بریم. آره
خب کمربنداتون رو ببندید چون الان میخوایم بریم بالا. چرا بالا نمیره؟ چرا بالا نمیره؟ آخه این چه برگشه؟ نه یعنی دستم بشکنه که من این همه براتون ماجراجویی چیدم، آخر شما میاین اینجوری از من تقدیر و تشکر میکنین؟ واقعا که من چی میگم تو چی میگی آخه؟ من یه ذرم راجع به ماجراجویی یا یه در پیت تو صحبت نکردم. یا خلام از پس بگو اون مرضت چیه؟ نه تو نه این مغز فکستنیم هیچ کدومه چیه نمینالین آخه؟ راجع به منه؟ یادته؟ خوشم نمیاد از خودم، از این بدن کوفتی، از این قطعات مسخره به درد نخور. من فقط میخوام دنبال چیزی باشم که بهم خوشی بده. الان یادم افتاده جاره، این مسئله رو ما قبلا با هم دیگه حلش کرده بودیم. بفرما تو جواب اوراق مخصوصت هر قطعه خاصی عوض کن. از همون روزی که اومدم اینجا دنبال چیزی بودم که بتونم. خب برگردیم به ماجراجویی. ولش کن. ول بکنم؟ فقط ول کن. چیو ول بکنم؟ کین، هیچکی به ماجراجویی دوزاری اهمیت نمیده. خیلی بانمکی. راگاتا انقدر مهربونه که نمیتونه از چیزی بد بگه. جکس که فقط دوست داره به چخ بده اعصاب آدم. جنگل انقدر خجالتیه که صداش در نمیاد. کینگر که تعطیله و پامیم که هر دفعه با کلی مسکن اعصابش سر جاش میاد. زوبوله بابا، ماجراجویی سازی هنر دست ساز منه. این چیزیه که من براش ساخته شدم، یعنی چیزیه که میشه گفت توش خوبم. یعنی تو میگی من تو تنها چیزی که فکر میکردم خوبم بدم، که این یعنی در واقع میشه گفت من توش بدم. اون وقت این جلسه تراپی مال کیه؟ آره مال کیه؟ با هر ریشه اختلال روانی تو پیدا کنیم. حالا من یه سری نقاشی نشونت میدم و تو اولین چیزی که به ذهنت خطور کرده بگو. خدا الان کجایی؟ مطمئن نیستم، به نظرم یه جور انبار میاد. اوضاع خیلی بدتر از چیزی بود که فکرشو میکردم. اختلالات ذهنی من به جایی رسیده بود که دیگه نمیتونستم محافظ همسر و بچه‌های فرزین باشم. به هر سایه‌ای، به هر صدایی حمله میکردم و در آخر به عشق زندگیم شلیک کردم. با هیولا اشتباه گرفتمش. مسخره است مگه نه؟ در تلاشم برای محافظت از او آخر از خودم یه هیولا ساختم و حالا این پایین توی انباری نشستم. چیزی جز روح خودم نمونده که ازش محافظت کنم. اگه چیزی نباشه در عوض من هیولایی که همه چی ازم گرفت خواهم کشت. نظرت چیه تفنگشو برداریم؟ آره باهات هم نظرم. تو رو خدا بلند نشی. چون تو گفتی چشم. انگار فقط 2 گلوله داریم، بریم بپاشونیم. آره بیا پشت من. فکر کنم ما این طرف یه مشکل داریم. فقط بسپارش به من، از پسش برمیام. خب همچینم بد نبود. یه چیزی رو باید بهتون بگم که من تا الان نمیدونستم اون هیولا در واقع یکی از فرشته های الهیه. چی؟ و هر کی به اون آسیب بزنه به گودال‌های سرد و مارپیچ جهنم کشیده میشه، جایی که روح من اونجا. ازت عذر میخوام شنونده گرامی، من فقط به یه بدن لازم دارم که بتونم از اون تالار طلسم شده خلاص بشم و بدن تو تنها چیزی که منظور منو میرسونه. صبر کن ببینم اگه این تو جهنمه اینو چطوری ضبط کردی؟ امیدوارم که آماده باشین، چون نفس بعدی که این پایین میکشین آخرین نفستون خواهد بود و بدن
عجب شایی، بازم شرمنده که شوهر زدت کشتتت. مردا رو که میشناسی همیشه اولویتشون چرت و پرته. آره درست میگی. امیدوارم اگه دوستاتون اونو دیدن یه وقت با اون سخنرانی های هیتلرش سرشون کلاه نذاره. اون مردیه که میتونه داستانه 50 ثانیه تا دل بخواد کش بده. مطمئن باشی اگه بازم دیدیمش بهش میگیم بازم ممنون بابت چایی، واقعا اینجا بهمون خوش گذشت. حرفشم نزن، هر وقت خواستید بازم بیایید. باشه، خدا حافظ. گل کاشی قنچه گلای گلدون من، شما مسیر سلطنبی رو پیش گرفتین و باید به خودتون افتخار کنین که چه گل بچه‌ای هستین. متاسفانه همچنان باید منتظر بمونید تا هم تیمیاتونم ماجراشون رو تمام کنن تا بتونن بهتون اجازه ورود بدن. یعنی چقدر ممکنه طول بکشه؟ خب خیلی با تصوراتم از جهنم همخونی نداره. ما رسما الان تو خود جهنمیم. جهنم. البته که اینجا جهنمه، چطور ممکنه تو جهنم نباشم؟ بیا خونسردیمون رو حفظ کنیم. من مطمئنم که این یه راه خروج کار گذاشته. صبر کن. بذار یه چیزی رو امتحان کنم. هی اون طرف واقعا یه پلکان هست. احتمالا راه خروج باشه. شاید برای ما که هنوز بدنمونو داریم جواب بده، هرچند هنوز درگیر اون صحبت‌های داخلی من فقط میخوام جلدی برم. صبر کن پامنی. پامنی پامنی. هی همین الان بیا بیرون، روح خبیث بی همه چیز. زنت چطوره کینگر؟ گم شو. هی تو حالت خوبه؟ نه. گمونم ارواح اینجا به موجودات زنده جذب میشن. ای کاش آسانسورم اینجا میذاشتم. اوه پسر، 7 سال آزگار کامپیوتر برای الان؟ عجب. چرا؟ هر روز که اینجام یه کابوس وحشتناک برام به جا میاره. من میدونستم آخر اینجوری میشه. اون میخواد رنج کشیدنمو ببینه. اینجا واقعا جهنمه. اینجوری نگو، اینجا اصلا هم خب بگمونم از لحاظ علمی ما بلش کن. نظرت چیه تا اینجا که کسی دنبالمون نیست یه استراحتی بکنیم؟ تقصیر من بود که هر دومونو کشوندم به اینجا، مگه نه؟ من واقعا متاسفم برای این بابت. تو چرا یهو رفتارت انقدر تغییر کرد؟ آره اینجوریه نه؟ من راستش با خاطراتم خوب کنار نمیام، اما هر موقع که میرفتم تو تاریکی منو به زمان خاصی برمیگردم. درست موقعی که همسرم مبتلا شد. من دقیق اون خاطرات کنار همدیگر رو یادم نمیاد، اما یادم تاریک بود. انگار تاریکی اونو آروم میکرد. لبه های خشن و کج و موجش صاف شدن و دیگه عصبانی به نظر نمیرسید. اون دیگه مثل قبل نبود، اما به قدری آروم شده بود که بتونم قبل از این که اونو تو سیاه چال بندازن لمسش کنم. همیشه تو تاریکی اون خاطرات برام زنده میشه. توی زن داشتی؟ اونم داخل این سیر؟ آره اون بامزه بود، خلاق بود، حشره شناس بود. من اولا از حشرات خوشم نمی اومد، ولی اون کاری کرد که خوشم بیاد. هی همچین خاطرات دلچسبی نیست، اما تنها خاطره ایه که باهاش کنار میام. من میدونم تو چه حسی داری تو این سیرک. گاهی اوقات حس میکنم واقعا به درد نخورم. آره
اما نیستم. نه تا وقتی که کسایی داری که بهت اهمیت میدن. خاطرات خوب خیلی کارا میکنن. نگهشون دار و به آدمای دور و بر خودت عشق بورز. تو هیچ وقت نمیدونی کی اون رو از دست میدی. تو این دنیا بدترین کاری که میتونی بکنی اینه که فکر کنی کسی نه دوستت داره نه میخوادت. من خوشحالم که تو اینجا با منی. میدونی داشتم با آخرین حرفای اون نوار فکر میکردم. گفتش نفس بعدی که این پایین میکشید آخرین نفستون خواهد بود. شاید اگر نفس نکشیم بتونیم اونجا رد شیم. من همچین تو حبس کردن نفسم وارد نیستم. نظرت چیه؟ راجبش فکر نکنی؟ اگه از اینجا بریم و برگردیم دوباره توی سیرک تا اختلالاتت شروع میشه و هیچ کدوم از اینا یادت نمیمونه، مگه نه؟ نگران من نباش. تا وقتی که تو یادته یعنی همه چی خوبه. تو دختر قوی هستی پامنی و من میدونم که تو از پسش برمیای. پس فقط دستمو بگیر، با هم انجامش میدیم. آماده ای؟ اوه پامنی کینگر، شما حالتون خوبه؟ خیلی ترسیدین؟ من خوبم راستش. اینجا چه خبر بوده؟ چیز خاصی نبود. پامنی خیلی شجاع بود. البته اونجا که یادمه بودی یه چی تو همین مایه ها. هی راگاتا. بله، من فقط خواستم بگم ممنون ازت که اینقدر نگرانم بودی. حس میکنم که به قدر کافی نتونستم از مهر و محبتهای تو قدردانی کنم. ممنون پامنی. من فقط میخواستم مطمئن بشم که حالت خوبه. میدونی که ما همه به فکرتیم. ببینم ماسک کمدی من آوردین. و الانشم تنها دغدغه و آرزویی که دارم اینه که بتونم یه عضو ثابت و اصلی تو اون تیم چکاوک بشم. خاک به چوب، اینجا رو باش. زنگو زدم، وقتشه بچه‌ها رو ببرم سر کلاسشون. خب شطور دیدی نهید اینجا تراپی نداشتیم. خیلی خوب. خوش برگشتی شوم بدای کت و کله من. یه بار دیگه بگی زدم توی دهنت. خب بگو ببینم دور دور با شاغلی چطوری بود؟ راستش ای کاش اونجا با همون بودی. اسکولم مگه؟ صدا بازیگران: سید نگار موسوی، احمد رضا ابراهیمی، کتایون کیانی، فرزین مولوی، زهرا ابراهیمی، باب ناخدا، عسل دلوچه‌ای، نرگس عباسی، ارشیا سلیمانی و امیر حسین حنیفه زاده. دوبله شده در گروه دوبلاژ چکاوک.